خیلی از کسانی که محافظت ازشون میشده و میشه اصلا اینا رو دشمن ترور نمیکنه. به حضرت عباس به نفع دشمن عمل کردن. بعضی از این مسئولین سابق و دولت‌های قبل اصلا کسی ترور نمیکنه. به اسم مبارزه با ترور هم تشریفات، اشرافیگری، فاصله با مردم، زندگی ها و رفت آمدهای پاویونی و وی آی پی و راه جدا، خط جدا، اینا ضررش از ترور بیشتر. اتفاقا من به بعضی دوستان گفتم آقا اگه الان بزنن شما رو ترور کنن هم به نفع خودتون هم به نفع انقلابه. خودت که میری بهش، انقلاب رو هم خون شهید نجات میده. آقا اگر ترورت نمیکنن معلوم میشه تو برای اونها خطرناک نیستی. استاد دانشگاهی رو که ترور نکنن، آخوندی رو که ترور نکنن، این معلومه ضرر و خطر نداره برای دشمن، وجودش کالعدمه. یعنی به درد نمیخوره. ان شاء الله ترورها ادامه خواهد یافت.